چند ایده کاربردی برای دکوراسیون اتاق خواب کوچک. شامنامه‌مک، مجله تخصصی دکوراسیون و معماری. دکوراسیون اتاق خواب کوچک، هنر تبدیل یک فضای محدود به زیبا. اتاق خواب یکی از مهمترین اجزای خانه است که باید راحتی، آرامش و زیبایی را در اختیار ما قرار دهد. اما گاهی اوقات با چالش دکوراسیون اتاق‌های کوچک مواجه می‌شویم. در این اپیزود به بررسی ایده‌ها و راهکارهایی برای دکوراسیون اتاق خواب کوچک خواهیم پرداخت تا این چالش را به یک فرصت تبدیل کنیم. انتخاب رنگ‌های روشن. استفاده از رنگ‌های روشن برای دیوارها و سقف می‌تواند به نظر آمدن اتاق به مراتب بزرگتر کمک کند. رنگ‌هایی مثل سفید، کرم یا طوسی روشن اتاق را باز و مهمان نواز می‌کند. استفاده از آینه‌ها. قرار دادن آینه‌ها در اتاق کوچک به عنوان یک عنصر دکوراتیو و عملی نور را منعکس کرده و فضا را بازتر به نظر می‌آورد. آینه‌های بزرگ یا ترتیب دادن آنها به شکل مجموعه‌ای می‌تواند جلوه احساس تاریکی و تنگی را بگیرد. مبلمان کم حجم. استفاده از مبلمان با اندازه کوچک و طراحی مناسب برای اتاق کوچک کمک می‌کند. انتخاب تخت خواب‌ها با قابلیت ذخیره‌سازی مورد توجه نیز می‌تواند فضای مفید را افزایش دهد. ذخیره‌سازی هوشمند. استفاده از مبلمان و محصولات دکوراتیو با قابلیت ذخیره‌سازی مشکل کمبود فضا را حل می‌کند. زیرا در اتاق کوچک باید به انتخاب اجناس و میزان نظم دادن دقت کنید. پنل‌های دیواری. نصب پنل‌های دیواری می‌تواند به بهره برداری بهینه از دیوارها و نگهداری از اشیای دکوراتیو کمک کند. این پنل‌ها را می‌توان برای نصب کتابخانه‌ها، ساعت‌های دیواری و غیره استفاده کرد. نورپردازی مناسب. استفاده از نورپردازی مناسب و مهمانی از نورهای نرم و گرم می‌تواند اتاق را دلپذیرتر کند. همچنین نورپردازی به شکل لامپ‌های نگهدارنده روی دیوار، سکانس‌های دیواری نیز می‌تواند به دکور اتاق اضافه شود. گلدان‌ها و گیاهان. گلدان‌ها و گیاهان در اتاق کوچک زیبا و طبیعی به نظر می‌آیند و اتاق را زنده می‌کنند. گیاهان با رنگ‌ها و اشکال مختلف می توانند به دکور اتاق جلب زیبایی کنند. سبک مینیمالیستی. رعایت سبک مینیمالیستی در دکوراسیون اتاق کوچک به تمیزی و سادگی فضا کمک می کند. به جای اضافه کردن اجناس زیاد و غیر ضروری، تمرکز بر روی انتخاب معتدل و جلوگیری از ازدحام فضا مهم است. دکوراسیون اتاق کوچک به یک چالش ممکن است تبدیل شود. اما با استفاده از این ایده ها و راهکارهایی که در این اپیزود مطرح شد، می توانید این فضا را به یک مکان زیبا، کارآمد و آرامش بخش تبدیل کنید.